جهانگیر مجیدوف استاد ورزش درجه بین المللی، پهلوانی که در جودو هم ملکه به جوانی خود نگاه نکرده، خیلی یک نقش و موقع شایسته هم داشت. سال قبل در رده‌بندی هم در صدر بهترین ها بود میان جوانان. ظفر عالمشاهیف هم برنده مدال برنجی چمپیونات جهان است در رشته گشتینی سامبو و جهانگیر برخورداری نازکی های گشتین جودو را اختیار کرده است و این پهلوان برعکس سامبو را. اما مبارزه ورزشگران در گشتین ملی گشتینگیری در تنتنه نوروز شهر دوشنبه جریان دارد. برای این دو چهره و اگر اشتباه هم نکنم باری اول است تا جای ما میدانیم در مسابقه های جمهوریوی. ولی اینها که سمت فعالیتشان دیگر است اونقدر مقاومت نکردن و در گشتین ملی هم براستی آگاهی به جهانگیر مجیدوف داده شد. سببش را لکه بیننده زکی خوب احساس کرد، اشاره داور را، و منظور از میدان بیرون برآمدنش بود. و جهانگیر در گشتین جودو هم بسیار با فکر اندیشه های سالم گشتین میگیرد و حالا هم این حرکت ها را باز هم به طرز دیگر وانمود میکند و باز هم در میدان کاملا مطلبش دیگر است. حالا ظفر پیصف است اما جریان نیروسنجی رنگ دیگر خواهد گرفت. ها نتوانست. این بعدی عملی که دوباره بود، بله یگان حرکت نیست، این رو در صورتی باز هم دوباره منظور کردن میتوانیم بیان کنیم، اما اینجا منظوری حالتی تکراری نیست. حالا دوباره رقابت جریان میگیرد. جهانگیر باید هشدار بیشتر اکنون احساس کند که چنین موردها به ضرر کار است و تا به همان نقطه نهایی خود را هم دفاع کند. یعنی وقتی که می افتد به آزادی و به این حالت اونقدر اعتبار نداد که عالمشاهیف از چنین فرصت ها که در سامبو بیشتر استفاده کرده است در این جریان هم خواست که این عمل را سری وقتی به نفع خویش انجام دهد. یعنی مکتب هر دو دیگر است. گفتیم که یکی جودوکار است، دیگر سامبوچی. اما میدان امروزه ایدی با شکوه نوروز بین المللی تقاضایش دیگر است. گشتین گیرندین ها باید ظفر قیافش همون جرأتش را دوباره ثابت میکند. ای لحظه که چون بود خوب عمل کرد و بعدی که افتید دوباره او را به جانب تخت پشت تله داد. با این نقطه نظر این امتیاز و عموما بهاگذاری هم نیست. داور این رو داور مرکز سری وقت تصدیق کرد با اشارهش. مخلصان از این دو چهره باز هم گشتین خوب رو، رقابت جالب تر رو انتظارند. اما لحظه که اکنون بحث برانگیز بود، کار در این زمینه قوی تر می شود و جهانگیر هم همین کار رو تکرار میکند بر قصدانه و چون مشاهده میگردد آن عمل هایی که یک دو سه مراتب از جانب ظفر عالمشاهیف اجرا گردیدند و سپس جهانگیر هم باز هم کوشش میکند که با همان نیرو و قوه قوی مبارزه را ادامه دهد. ستون گذاشتن، مانع ایجاد کردن به حریف، این هم غیر قاعده است.
برتری مشاهده نمی شود. هجوم ها هستند. اما پرتوف تو من پرتوف واقعا هم جالب، واقعا هم جالب. بسیار پرتوفی عالی، بسیار هم کسبی و واقعا هم جالب. مخلصان گمان داشتند که علیم شایف اینجا افضلی دارد و واقعا این جوانی قوی اراده در نهایت هم همون حلوکی که خیلی با صورت استفادهش میکرد در اینجا همین حلوک را مد اول گذاشت و واقعا هم موفق شد. اگر به حالت تکراری توجه کنیم چگونه در شهر کولا برای شاه جایزه پهلوانی ازبکستان را با همین یک پرتافت حلوک داخله شکست داده بود و چندین کامیابی های خود را هم در مسابقات بیرون از تاجیکستان توسط استفاده همین اصول به دست آورد که حلالش بود.